تا حالا شنیدی آلمان بعد جنگ جهانی دوم فقط با پول جریمه نشد، با مغز دانشمندانش غرامت داد. سال 1945 آلمان شکست خورده و ویران. قدرت‌های پیروز میفهمن با یک گنج پنهان طرفن. دانشمندها، فرمول‌ها، تجهیزات و کارخانه‌های نظامی. اینجا غرامت یه شکل جدید میگیره. به جای طلا، علم و تکنولوژی. امریکا عملیات محرمانه‌ای رو شروع میکنه. اپریشن پیپر. بیش از 1600 دانشمند آلمانی از جمله تیم موشک‌های ویدو و ورنر فون بران یواشکی منتقل میشن امریکا. ارزش این غرامت علمی برابر با میلیاردها دلار تکنولوژی و دانش. شوروی هم کم نمیاره. 1946 نیمه شب عملیاتی اجرا میشه. 2500 متخصص آلمانی به علاوه خانواده هاشون با قطار به شوروی برده میشن. همراهشون کارخونه ها، آزمایشگاه ها و تجهیزات کامل نظام. موشک‌های ویدویی که آلمان باهاش لندن رو میزد بعدها پایه برنامه فضایی امریکا و شوروی میشه. از ناسا و سفر به ماه تا با مفاهیم‌های هسته‌ای شوروی. رد پای همین غرامت علمی همه جا هست. پس یادت باشه بخش مهمی از غرامت آلمان نه پول بود نه طلا، مغز آدم‌ها بود. اگه به مستندهای تاریخی علاقه داری چنل فرزام فیض رو سابسکرایب کن و همراه باش.